از هر کسی که میپرسی مهمترین چیزی که داری تو زندگی چیه، اکثرا میگن سلامتی. به نظر سلامتیه. البته یکی از فاکتورهای مهم و ارزشمند زندگی سلامتی هست، اما از سلامتی مهمتر زمانه. ما اگر زمان نداشتیم با چه فاکتوری میتونیم بهره مندی کنیم از سلامتیمون؟ مسلمه که نمیتونیم. توی جامعه 80 میلیونی شما اگه سوال کنید که یعنی یک مثلث چالش برانگیزی داریم به زمان، عقل و ثروت. اگر شما سوال کنید که عقل کی از همه کمتره، من به شما قول میدم هیچکی دستشو بالا نمیکنه، چون تصور عامه مردم اینه که عقل کاملا به تساوی و عدالت تقسیم شد. اما اگر سوال کنید ثروت کی کمتره، شاید خیلی دستشون بالا کنن، چون خودشون رو با بیل گیتس، جف بزوس و ثروتمندای بزرگ جهان مقایسه میکنن. یه سوالی دارم از شما اگر وارن بافت از بزرگترین سرمایه‌دارهای دنیا، خیر و کارآفرینه، سنش 98 سالشه، بالغ بر 100 میلیارد دارایی داره، شما حاضرین جاتون رو باشه عوض کنین؟ زمان نداره. چون زمان نداره. زمانش هم نسبیه، چون احتمال داره خود وارن بافت مرگ میلیون ها انسان جوانتر از خودش رو شاهد باشه و هنوز زنده باشه. این زمان قطعی نیست. شما حاضر نیستی اون زمان نسبی رو معامله کنی با 100 میلیارد، حتی 1000 میلیارد، چون زمانش نسبی هرچند هست باز هم میگی نه. پس این چیزی که شما در اختیار داری و اسمش زمانه، از 100 میلیارد وارن بافت با ارزش داره. اینکه ما ارزش قائل نیستیم برای چیزهایی که به رایگان به ما داده شده، کائنات، زندگی، خداوند، اینها رو چون به رایگان به ما داده ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم. شاید به ذهنت هم نرسیده بوده که میشه من مثلا چیزی دارم که با 100 میلیارد معامله نمی‌کنم، 100 میلیارد دلار، حتی 1000 میلیارد دلار. به ذهنتون رسیده بود همچین مسئله‌ای؟ کلی هم بود دیگه.